سلام، امروز میخوایم یه نگاهی بندازیم به یک روش تحلیلی خیلی خاص به اسم ژنتیک بازار و به طور مشخص کاربردش رو برای فلز مس با هم بررسی کنیم. توی این بررسی قرار مراحل بکارگیری این سیستم هندسی اختصاصی رو برای فلز مس قدم به قدم مستند کنیم. خب، برای اینکه یه مسیر مشخص داشته باشیم، 4 تا بخش اصلی رو دنبال می‌کنیم. اول از خود پروتکل مس شروع می‌کنیم. بعد میریم سراغ فاز اول یعنی ورود و برنامه ریزی. در ادامه فازهای آینده رو بررسی می‌کنیم و در نهایت به قوانین و سلب مسئولیت‌ها میرسیم. خیلی خوب، بزن بریم. بسیار خوب، بخش اول، پروتکل مس. ما اینجا روی یک چرخه خاص از ژنتیک بازار تمرکز داریم که با کد copper_2_1 شناسایی شده. اینجا نقطه شروع ماست. این بررسی با شرایط نمودار در تاریخ 17 فوریه 2026 شروع میشه. یعنی دقیقاً لحظه‌ای که فاز اول این چرخه آغاز شده. حالا میرسیم به فاز اول، ورود و برنامه ریزی. اینجا مرحله یک پارامترهای اولیه و نتایج احتمالی مشخص میشن. پروتکل همین اول کار 2 تا سطح ورود بالقوه رو مشخص میکنه. یکی ورود اولیه که با حرف M نشون داده شده و دومی ورود ثانویه با P_C. خب، یه پیشنمایش ریسک با استفاده از یه سری پارامترهایی از پیش تعریف شده آماده میشه. پارامترهایی مثل سرمایه فرضی، حداکثر افت مجاز و بقیه مواردی که میبینید. نکته مهم اینجاست که حجم معاملات چطور تعیین میشه و این جمله کلیدیه. حجم هر دو معامله با استفاده از سرمایه فرضی، حداکثر افت مجاز سرمایه گذار، درصد دامنه مثلث سوم، ضریب ریسک و حجم قرارداد محاسبه میشه. بر اساس این تنظیمات اولیه 2 تا سناریوی سود بالقوه محاسبه میشه. سناریوی اول ورود در سطح M و خروج در T3 رو در نظر میگیره. سناریوی دوم ورود در هر دو سطح M و PC و خروج در 2 سطح T2 و T3 رو شامل میشه. خیلی خوب، بریم سراغ بخش بعدی. فازهای آینده پروتکل. اینجا در واقع نقشه راه رویدادهای قابل مشاهده رو بررسی می‌کنیم. پروتکل 2 تا مسیر احتمالی رو برای ادامه چرخه مشخص می‌کنه. یکی مسیر عادی که ترتیب فازها در اون 2 و بعد 3 هست و یکی هم مسیر جایگزین که فاز 3 قبل از فاز 2 اتفاق می‌افته. اولین رویداد احتمالی بعد از ورود فاز 2 هست که بهش میگن تماس آینه. این فاز زمانی رخ میده که قیمت با خط تأخیر آینه یا مرز پایینی زوزنقه یک تماس قابل مشاهده برقرار کنه. یه رویداد کلیدی دیگه فاز C هست، یعنی رویداد سطح N. این رویداد وقتی مشاهده میشه که قیمت به رأس از پیش تعیین شده N در مثلث سوم برسه. و در نهایت رویداد نهایی فاز 4 هست، یعنی تکمیل چرخه. وقتی قیمت به مرز بالایی شکل زوزنقه برسه، چرخه کامل میشه و بعدش یک خلاصه عملکرد تولید میشه. و اما بخش آخر و بسیار مهم، قوانین و سلب مسئولیت‌ها. اینجا دستورالعمل‌های الزامی برای این مستندسازی رو با هم مرور می‌کنیم. رعایت این نکات یک بخش الزامی از پروتکله. باید تأکید کنیم که این تحلیل به هیچ وجه مشاوره مالی نیست و مدیریت ریسک باید دقیقاً طبق دستورالعمل‌های کاربر انجام بشه. همچنین استفاده از اهرم بالاتر از 10 ممنوعه و نباید با وجوه ضروری زندگی سرمایه‌گذاری کرد. اینجا یک سوال اساسی پیش میاد. اصلاً هدف اصلی از مستند کردن این پروتکل‌های هندسی چیه؟ در واقع این مستندات به عنوان یک دفتر کل عمومی برای تایید و راستی‌آزمایی عملکرد مدل عمل می‌کنند. برای دسترسی به مستندات بیشتر میتونید به منبع رسمی یعنی وبسایت marketdnah.com مراجعه کنید.